خدایا شکر. خب السلام علیکم. السلام علیکم. امیدوارم که چشم خوب باشید. شاید سلام. میشود من خدا را میخواستم شکر. قطعی شما کمتر هم صحبت شوم، چون که من زن هستم. میخواستم بله فکر خودم به شما گویم. من یک زنی بله هستم که صاحب 4 دیپلم در تاجیکستان عزیزم خدمت میکنم. بله با جای وظیفه کار دارم در تاجیکستان، همه جا آبادی. ما دولت میگوییم دولتی ما دولتی دموکراسی است، دولتی ما مستقل، دولتی بله. هسته که تاجیکستان عزیز نام دارد. پرزیدنت آها محترم امامعلی رحمان، رئیس شهر آها دوشنبه رستم امامعلی. وقتی که شما میگید رئیس فدراسیون فوتبال رستم امامعلی است، این در هر یک جا رئیس شهر دوشنبه یا رئیس شهر مثال خوجند، رئیس شهر باختر، همش رئیسای شهر فدراسیون فوتبالی هر یک شهر و منطقه می باشند. وقتی که رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی برای فدراسیون فوتبال شرایط مهیا کرده است، من خودم یک ورزشکار زن هستم که برای رشد ورزش حصه خودم گذاشته هستم. تاجیکستان کار آها. نیست، تاجیکستان کار شما هست، شما اخجان زندگی هست. من شما اخجان، اخجان اگجاش من اخجان، اخوت اگجاش خجان، اخود همین خودش می شهر خجان، ای اخوت هجدان خجان. دیزده ای سی چار 19 ای انوزده نوزده میکرایم گیمنازی 24 را من تمام کردگی. ختم شما کننده درست می مکتب گیمنازی رقم 24. شما درست دانشگاه می من درست رحمت. یک تا شیشته گپ دانشگاه میزدید داخل رسان حرمت آخر کرد شیشته، دوستی. نه من شیشته گپ زدم، من شیشته گپ زدم. با دانشگاه هم. حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان تمام کردگی با کدام دیپلم کدام سرخ. کدام کدام اینستیتوت با کدام اینستیتوت با دانشگاه دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان، فاکولته این مالیه و دانشگاه در قرض. این دانشگاه در کجا باشه این گفتگی دانشگاه شما 19 میکرایان آها TGU دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان. این TGU یعنی دوی ترجمه می شود TGU یعنی دانشگاه تاجیک گосударственный университет خوجند университет یعنی که нет, Таджикский государственный университет права бизнес и политики. نه این TGU خیلی ترجمه نمی شود TGU ترجمهش یعنی کوتاه کردگی تاجیکский государственный университет خوجند یعنی که معنیش در چیزی تاجیکی در دولتی تاجیکستان، در خوجند یعنی TGU می شود تاجیکستان در تاجیکستان، نه در تاجیکستان. وقتی که دانشگاه رو ختم یعنی میکنم خگو داره من یعنی باز خگو داره خوجاستский государственный او университет این TGU در университет چی خیلی شما خگو خلاص کردگی می در خودم. شما خگو خلاص نه کردگی می من تگیوی تمام کردگی، TGU یا نه من تگیوی تمام کردگی. بعد TGU دانشکده آموزگاری خب شهر پنجکن. TGU در چیز است که در سنتر است که главный корпус главный корпус در 19 میکرایون است. بعد موندم دانشگاه ها و بجاش. بعد دویم ها اختصاصم دانشکده عالی، دانشکده پداگوژی شهر پنجکن، اختصاص تربیه جسمانی. من آموزگار ها فنی تربیه جسمانی هستم. با ها دیپلم سرخ تمام کردم. امسال مگستراتور خونده استم. مسئله ها ورزش این زنکا، ما زنکا، من مثال 4 دیپلم هم داشته باشم، من همین ها زندگی و خدای شکر میکنم که دولتی شما من به چند ساله است شما آری چند داد. ساله من شما به چند ساله من ها من ولی یاش من اک پیر نشدم. سال مانده نه خب زنک چند آدم ساله سالش نمیپرسه، نه سالش نه آدم من نمیپرسه. دیپلمو قطعی سراغ کرده استادم 4 تا دیپلم خودش کمی کم 20 ساله من 36 میگیره با ساله عمر که من 36 ساله من 36 ساله ای سال 2001 2005 تمام یعنی کردم. یعنی ای سال 2005 تا 1984 2007 تولد شد کالج تمام کردگی.
از سال 2015 بعد سیم کورس دانشکده آموزگاری شهر پنجگین تمام کردم. حوزه ماجستراتور در دانشکده آموزگاری شهر پنجگین خوانده‌ام. این سال خط کننده هستم. با دیپلم سرخ تمام میکنم. مقصد ما ورزشکار هستیم. ورزشکار هستیم. فدراسیون نه اینجا مسئله ورزشکاری نیست. اینجا ورزشکاری نیست. اینجا مسئله ورزشکاری نیست. نه مسئله پدر میخواد فرزندش مردی کار کنه. روی بله. من خیلی فهمیدم. وقتی که فرزند پدرش مردی کار کردن خواهد، این یکم درجه مسئولیت پدر و مادر. نه پرمیر مثال میگیره پدر میخواهد فرزندش به تو هست میخوانوند، صاحب زندگی میکند. رنگی که پدر من خونون، رنگی که پدر من صاحب کسب و هنر کرد. این اوجه از شما معاشتون چند سم است؟ ماهانه معاش چند سم کار میکنین همچون در همون ساعت؟ معاش من ساعت شب بگم یا که روز شب بگم، معاش من 1000 سامانه یک ماهش. چند سمای 1000 سامانه معاش یک ماه. با 4 دیپلم یک ماه 1000 سامان معاش میگیره. آزاده رحمان چند دیپلم دارد؟ یک تایستین آزاده رحمان چند تا دیپلم دارد؟ کجا خواندگی است آزاده رحمان؟ نمیدونم. من انتظار نمیکنم. چرا آزاده رحمان در یگان جا کار نکرده در پارلمان، یعنی رئیس میشوه، کارتش قطعی راه میگرده، شما خواندگی 4 تا دیپلم تون قطعی 1000 سامان آیلیک میگیرید؟ من مربی هستم. من ترینر هستم. من ورزشکار معیوب تربیت میکنم. فرزند دارین؟ البته. چند تا؟ 5 تا. شما 5 فرزند 1000 سامان بلوش تا تقسیم کنید 200 سامان تو میگیره. چه زندگی میکنید؟ زندگی رنگ اصل میگذره. زندگی رنگ قند میگذره. تاجیکستان عزیزم دستگیری میکنه. من معیوبان درس میتم، معیوبان قطعی کار میکنم، اینولیدام دعا میکنم. خداوند رزق روزی هر یک بنده میته. اما خلاص فقط هم یک کار کنیم. امیدوارم که همون اینولیدا زیاد کنه نگیره خلاص دیگر. اما نیم بیچاره اینولیدا داشتن. اینولیدا بخدا قسم زیاد کنه نمیگیرم. خداوند کریم ایما روزی نمیشوه. هر یکی که من مشق میدم، مشق من بسومد و هر یک تا ورزشگر تربیت میکنم. دولت عزیزم تاجیکستان عزیزم ورزشگرای بپول مسابقه روی میکنم. کمیته کار با جوانان همش دستگیری میکنه. بپول تاجیکستان آباده. تاجیکستان گل شکوفانه. چی همین دولت تاجیکستان پس میزنه؟ تاجیکستان نمیشه. نه خانم قدر تاجیکستان شما تاجیکه؟ بله. شما تاجیک؟ بله شما تاجیکه. در تاجیکستان زندگی کردگی؟ ما خالقم. نه شما تاجیک جاندی نباشدم. شما چی؟ ما خالقم. ما اخلاق نمیفهمم. شما همین تاجیکستان تولد شدگی؟ ما تاجیکستان تولد شدگی. بله از 1 دقیقه بردارید. سلام علیکم. اشتنا اکمال سلام علیکم. در چیبت برات انا خی اشتنا اکمال سلام علیکم. و علیکم. 1 دقیقه برادر عزیز شما برادر آوازتون خاموش کنین. راستیجا واتساپ دای برادر چند قشید انتظار ایستادگی است. خوب سلام علیکم. این برادر واتساپ داگی. الو صبر برادر صبر. سلام علیکم.
برادر واتساپ. برادر واتساپ. الو. بله سلام علیکم. سلام و عرض میکنم و کل مومنین. تشکر. مردم تاجیکستان. تشکر برادر. طرفداری چه بگیم ترازو کن طرف بار بگیرم و همون طرف خوبی زندگی را میخواهیم. بعد یک مسئله است که مهاجرین شما پیشه گرفتین پدر و چی ده فرزند را مهاجرت میارن. بهترین برنامه بهترین سوال اگه من اندیشه خود بیان میکنم فکر خود بیان میکنم. من در این مسئله گفتنیم که نیتاش تو دولت 20% دولت گناهگار باشه 80% تربیه پدر مادر ما ایجاده. این فکری اندیشه من نمیگم من دولت بهترینه. من در مهاجرت من 6 سال 7 سال میشه وطن رفتم. من مراجعه دارم با او اگر ما چیز شیدیم نشیدیم پدرها سیستم ما را دیگه کده نمیتونن فهمیش ما را دیگه کده نمیتونن. ما کلان جدیم شیدیم حساب واسپیتالیا. من مراجعه دارم با پدرهایی که با جوانایی که پدر میشون با خواهرایی که مادر میشون. بعضا شما نیشتر زندگی کنی نه؟ خیلی کامش زندگیش خوبه خدا با بهتر شود نمیرسیم شون در ناموس یگان کس مثال ما گرد نمیزنیم دقیق است. مراجعه دارم با اون پدرهایی که آینده پدر میشن مادرهایی که خواهرایی که مادر میشن گفتنیم وقتی که انسانیت نگه که ای قدیم الایام انسان خداوند که حضرت آدم آفرید یک تنی میچ قطعی آفرید با مرور زمان مثال زن آفرید همسری و زندگی را داد اساسا با مرور زمان خودشان محکم کردن زندگی کردن. همین تولید کردن فرزند با یک نیت خوبه با یک سری پیریود دستگیرت شود. از این من فکر میکنم کودک تولید که کردن با حالی خودشه واسپیتانی نداره. وقتی که کودکی به دنیا اومد خیلی که ما در پشت مغازه ها در پشت دروازه ها کامرا نصب میکنیم تیف با ما به همیه خیلی که ما در زندگی ما اکتیوری میکنیم رول میبازیم همون کودک به مثل کامرا میشه که زندگی ما را میبینه. اون عصبی اون کودک خاطره اون کودک همون سیوری ها تاریکی هایی که زندگی که ما میگذرانیم همیتی اون کودک پر میشه اون کودک همیت چه تازه کنه میشه. بعد سیف یکشی تدنره تو حرفه یاد نگرفته است. یک دقیقه برادر عزیز. الو همون تمام خوب شد دیگه ایشالله بعد علاقه میگرم موضوع بعد منظرت برادر عزیز نه بگیم که یک دوست زنگ زدمون انا خب برادر عزیز از نگاه شما یک دقیقه از نگاه شما همین کار درست است یا نه درست است همین فرزند موجود این کار تماما درست نیست. اگه میگن که آدمی با آدمیت میگن همین مهاجرت هم با مهاجرت داره بیاین من نمیگم نیاین بیاین با کسب خودشون با هنر خودشون بیاین پول ساز کار کنن عذاب نکشن رنگی ما شیدگی. خب برادر عزیز در جدامه پیغام دادن که یعنی که استودیا به نهایت آدم زیاد هست در استودیا یکی استودیا را قبول که میگه اگر علاج باشه یکم پیغام نداشته باشین استودیا را قبول کنیم میگن که آدم هیچ زیاد هست پیغام دادن پیغام گفتم که وکجون نسل نورس باید خوب تربیت تشکر برادر عزیز تشکر روزی که بعد دنیا میاری ولی چلش نبرامده همون روز تربیت کنده کن اون طریقه زندگی را ما باید در فرزندان نشان تشکر برادر عزیزم اگه استودیا را قبول کنیم برای استودیا آدم بسیاری بعد چی شده خدا نگهدار. خب مو یک مدت
سلام انا علیکم استنا اکما و علیکم السلام. ما نویای واقش سلامت باشی برادر عزیزم. امیدوارم که از موضوع خبر داره. او ای موضوع خبر داریم همشه. چرا پدر فرزند مهاجر میکنه، مردی کار میکنه؟ فرزند اکو مهاجر میکنه. خلق خمون در تاجیکستان کمغل مهاجر نشوه زندگی چون نمیزگره یکمش. آها. دویمش که این کسب همه پدری ایده همه اول همه خیلی مهاجر شده اومدگی های همه خیلی آها. مهاجر شده میروه. پدر رحمانوف پرزیدنت بود؟ نه این آدم خداداد قطعی هیچ وقت بحث کردن در کار نیست. برای چی کی که گفت؟ در کجا آمدگی است این چیز؟ وای خدا دادگی از کجا گرفتی همین گپا که خداداد قطعی بحث کردن در کار نیست؟ نه او را خدا دادگی وای خودش معلوم در کجاش است. نوشتگی است؟ در کجاش نوشتگی است که رحمانوف خدا دادگی است؟ بچه خدا نتیه در دور جنگ همه را میمونه. در کجا نوشتگی است؟ اوه همه خیلی آدم ها همه خیلی میدونه که سنگک رحمان سفر خدا بود؟ سنگک سفر خدا رحمتش کنه. او حیدری خدا بود؟ یعقوب سلیم غفار خدا بودن؟ آخی یارو همه آوردن موندن آخی. همه را همه آورده موندن. راست میگی نه که همه خیلی باشه. تو کفر گپ زده استی اگر اسلامی بگیری میفهمی که یک نمی آوردن را موندن تو میگی را خدا داد. ایو خدا ان بتره ایو آوردن موندن. جناب عالی را همین تحقیر کردن همین ممکنه در اسلام همه خیلی گفتگی های. جناب عالی تو تحقیرش بسیار چیز دیگه هم ممکن است. نه استغفرالله بگو نه گوی خیلی جناب عالی را هیچ وقت وای همه در تاجیکستان این خیلی چند که آبادی های چی خیلی بخوره همه خیلی میگرده. گوش که براتن در تاج آبادی ایچیا بودیه که 2 میلیون مهاجر شدگیه ایچ کجاشو بوده؟ مهاجر اکنه این مهاجر بگوی در روسیه هم در امریکا کار کنی میره این مهاجری خودت مهاجری؟ الحمدلله مهاجر ما مهاجرم یگو مهاجرم یگان چی نمی نولش نداره ای مهاجری دوال نی ای مهاجری یگون این همه یک بخدا یک روزی هستی ای مهاجری روزی هستی؟ بچه 100% روز فرزندات هم مهاجر میکنی مثل خودت؟ ما 100% روزیم. برای چی که بگو فرزندات هم مثل خودت مهاجر میکنی؟ ما ایشالله با فرزندام همه پیش یگان ملاد میمون. فرزند تا مهاجر میکنی رنگی خودت یا که نه؟ اگر اکو او سوشه خداوند میدانه فرزند ما مهاجر میشه و نمیشه او را خداوند میدانه. ما هیچی گفته نمیتونم. ما خیلی اگر پیشکی خواهی داری که فرزندت مهاجر شود زورای کنه خیلی ژلانی داری و افشت مثال هر یک انسان هر یک پدر برای فرزندش یک مقصد داره یک میچته داره نه خیلی فکر میکنه اما وقتی فرزندم میخیل شود فرزندم میخیل شود مثال با فکرم که خودت همین تصور داره که همین فرزندت باید همین مهاجر شود. خدا رحمتی پدرم همین 93 سال در همه جنگ کشته شدگی های. گوش کن ما خدا و شکر که 8 کی کشتگی این همه تروریست ها این همه خیلی آدم بگناه کشتگی این همه خیلی سال همون 91 امام علی در دستش یراق داشت. یا گوش که برادر حسنه یا ما همین در افکار عمومی یا که پنیت همین توجیکه ما یا میگه خدا دادهش خرافاتی شده یعنی اینا باور که این همی زنش هم برن تجاوز کنن میگه که خدا در نصیب هم خیلی بودن یا هم زن من بودن تجاوز کردن یا همین خیلی بیناموس شده یعنی اینا. در تاجیکستان جای کار نیست. برای چی تو میره مهاجر میشه؟ برای چی تو میگوی که در امریکا مهاجر هست در فلان جا هست در فلان جا هست؟ درست است مهاجری هست. مثال من در اون کشوری که کار میکنم برادر حسنیف مهاجرها
از ایتالیا هستن، از کره جنوبی هستن، از ایران هستن، از ترکیه هستن، همو چخیل میان همینجا. تندر وقتی که میگیرن همون شرکت های خارجی تندر که گرفتن همون متخصصا را باور همین شرکت هم ویزاشا هم پول سمالیوتشا همون شرکت میگیرد تامین میکند با جای خوب و زیست زندگانیش. وقتی که ببخشید چیز قطع شد. وقتی که همین مهاجری که خارجی که اومدگی در همینجا باور میکنید شما همین پلیسایی که ملیسای همینجا رنگ همین شهروندای همینجا هم نسبت همو احترام بیان میکنن، یگان خیلی فشار آوری و ای پسی سر قپیدن و بردن محکم کردن و اونیجات کردن مثل بروکوشون بردن خیلی گپا نیست. برای که اون مهاجری که او جمعیان او دولت دارد، دولتی او ای پشتش گپ میزنه. یک طوری موی مهاجر در اینجا غلطی جواب میتای دولتی که در اینجا هست. در مهاجر تاجیکستان چی؟ به صحیح بیم میروند به چلو یک چند سال یک ایتالیان در مسکو کشته بودن پریپوتوت کده تاجیک گفتم کوچاگردو میزنن میکشن 30 ایتالیان چند میلیون بود، چند بسیار یک مبلغ کلان روسیه را جریمه کرده بودن، روسیه سپریده بود. این چیزا درست گپت برادر اصلا است میگه که این چیزا رو ای آدمو تحقیقات انالیز نمیکنن. میگه اونم جا مهاجر دارم من مهاجرم. فرق بین مهاجرها هست. قدر قیمت مهاجر در یک کشور خارجی هست. مثال همون شهروند شد به هر صورتی که باشه همون چیز میکند، نگاه بین میکند، از پشتش مثال گپ میزند، ادوکاتاش هم میفرستد. اگه 2 میلیون خود تصور که در یک سال 500 تا 800 تابوت میوید تاجیکستان. یگان با شما شاهد هستین که امام علی رحمان برآمده باشه مثال یک نوت داده باشه به طرف روسیه یا که در پیش سفارتخانه روسیه مثال همون جوانایی که اوانگردایی که چوپلوسی حرام صفتی کثافتی که در سفارتخانه ایران اوبسی و دیگر جو آخر سنت کو آینده در کارند آینده در کارند خونه روسیه مثال صدا بلند کنه که در یک سال 800 تابوت میاد. او آینده در کارن او را تأخیر نکن. برای چی در کارن؟ او آینده همو کلودس پالودسایی که از وقتی SSSR 30 سال امام رهبری کرد حالیش نکردن گورا مرحلیش کردن در کاره او در کارن کار میکنن بچه کارگر بازی پروست دم بگیرن کمتر بعد آینده او همو بگیم کانالیزاسیون را حالیش کردن در کار توربوی اوور را حالیش کردن در کار ما این کار داره او بچه کارگرن ولی آینده کار میکنن. کارمندای دولتی که وزیر و رئیس نوحیو در جلسه و در مجلس میگویند پرارابی اوانگاردان او پرارابا است پرارابا اوانگاردان. من موضوع را کمتر مثال پاوروچا حالیش میکنم میگویند در مجلس ها میگن همین چیزی وطنداری و وطن دوستی و همین چیز مثلا خیلی گپ میزنن برای چی فرزندای خودشون نمیروند سربازی خدمت کنن. بله او که وطن دوست و وطن پرستن برای چی فرزندای خدمت نمیکنن؟ فرزنداشون درباره موضوع خدمت میکنیم و درباره خدمت بگیم که همین یک روز میشیم در داخل همین موضوع مهاجرتی که فرزند پدرش چخیل پدر فرزندش مهاجر میکنه برای چی همو فرزندای ویو نمیروند مهاجر نمیشون کار نمیکنن. بله همش باور کن من همین اطمینان دارم. من از اول همین اهمیت نمیدادم در این برنامه‌های سیاسی مثل وارد نمیشدم دخالت نمیکردم نه که رفته همین وضعیت ما را مجبور کرد که داخل همین موضوع شیم داخل همین چیزیم یک ما بی‌طرف شدن نمیتونیم. این جمعیت ما هست ما هم تاجیکستانیم شما قلقین لقین فرق نداره شما زوده تاجیکستانیم حق حقوق دارین گپ زدن ما هر یک ما برابریم هم در اسلام هم در دنیوی هم در تمامی چیزا. نه که آدم باید بی‌طرف نباشه وقتی که حق میبینی باید حق بگوی.
حق دیدی باید ناحق بود. 3 تا دیپلم داری، نو اپم بود، خواهرم بود. من 3 تا دیپلم دارم، 4 تا دیپلم دارم، 5 تا چی ندارم. دیگر تربیه میکنم. شما مرا بگن که در همین ساحه ورزش همین ورزشگرای تاجیکستان گیجو را یکم جورا مدال طلا گرفتن. گیجو اکا همین عادی نگاه که دختر 36 سال داره، 5 تا کودک زایدگی، یک سالی بیره مینی باشه، یک سالی دیگه دکرت گرفتگی باشه تا 3 سال این 3 دیپلم رنگ رستم اموال 4 دیپلم پدرکه گرفتگی. خلاص چی را هیچ چی سواد داره و هیچ چی را نمیفهمه. نه تگیو را ترجمه کرده میتونه، نه خگیو را ترجمه کرده میتونه، هیچ چی را نمیدونه. از زنکه بیچاره همین گفتیات که تو زوری خیال کرده است که ما زورم بدرو، او را اهمیتش نتیه طرف ما. خب کم دیگر انسان برای که آدمو جن چی کرده است که در تلفن دیگری که دیگر شما درجه بیستین بعد داخل میکنیم باز همو موضوعی که همو یگان جورا که یگان شپلق زدن در کار شد بعد شما را داخل میکنیم که یا شپلق شو بزنید. تشکر اکا. این بو کمی سلام علیکم. السلام علیکم اکا. موضوع ما رفته سر. الو. خوب سلام علیکم. موضوع ما رفته سر. خوبی؟ اما تا اینجا اکا. سلامتی خوبه؟ یارنی خوبه. دینا بیزه بدیم روز خوبتره. نه. اکا یا چوفتندم یا برنامه حق با بطول در برخطی انسان گاو زدم. انا بعد همه اوگراژن شید. چی اوگراژت میکنه؟ از این نام مدرم زنگ زد. پدر لالتوی بیناموس هم بخدا. چی میگن؟ وعده دادم که همه تا اینجا همه او رو من پو امنیت رفته چریز پدر ما در چی ده زنگ بزن نمیپردونم، نه پدر من پردونم نه مادر من دیگه. چی میگن؟ چی میخوان اصلا از پدر مادر چی میخوان؟ ما که یکم گپی تو گام نزدم. بله. چی میخوان از پدر مادر چی میخوان؟ بودی هم میگه گفتیش بخشش پرسه تودا پرسه همین توجیک باشه ما توجیکی مات کاز میکنم. یعنی که همین برای مردی کار شوه و مرا گپ نزنه هم خلاص غلام شوه عذاب بکشه و فقط ما رستم کیف کنه فرزندای ما کیف کنه. تو بعد موضوع چم زنگ زیستن اموالی الهی خدوان در دوزخ خفت و وقت جد کنه بدلالتی بینموز. برادر آرام شه ما همه برادر هستیم. ما همو اینمی کاری که حق شده کرده ایستاده است خاطری آینده فرزندش امام علی تیار است که اوتایت هم بکشه اوچت هم بکشه ظلم کنه همه را بکشه تیار است که تو که آینده با پدر نالت کافی برای فقط بپرانه کافی حرامی این مردک شه نترس از ایو که اصلا نترس. چی گفتنه؟ نمیبردارم نزن که اوچا میبرم نزن که اوتا چی گفتنه؟ چه از پدرم؟ بر پدر نالت فهمیدی ساک بمر با امروزوی حرامی. تو در غریبی هستی برادر؟ آها کار میکنی؟ کار کنی اومدگی؟ استودنتی؟ نترس ای چی میترسی؟ بگو ما پای زندگی ما حق دارم. چه از اوچا ما گفتنی اکی؟ جان از اوچا این جاز اوچا زنگ نزا اوچا نمیبردم تلفن تا زنگ نزا من نمیبردم تلفن تا شو زنگ نزنین ما در گونتا من خشتوار نگم که از در کنه زنگ نزا یعنی که اینا حمله دارن که تو غلام باشی خب کنی و فرزندای ما بالای تو در رهبر باشی. همین خیلی نیت دارن برای نمی خونه هر یک انسان میرون حمله میکنن. اینه است حکومت رحمانوف
این میگه که حکومت آباد تینج کانستیتوسیا داره، قانون داره، شما قانونی کار کنین. میگه این جوان برآمده است حقوق کانستیتوسیونی خودش طلب کرده است که مثال یا این طرف باشه یا اون طرف. از بس که جوان که طرفداری از امام علی نمیکنه تا اوتایی را تا اوچایی را تا تمام اولاد اپا و خواهرش دیگه کشاکش عدل به عدل، دیگه ملیسا بازی زندان بازی. تاجیکه باید بینومسم فهمیدی؟ مالا مالا قرآن که نه بینومسم باکدو درگم پورا تمام بمونه بامروز تو خلوموی حرام تا پدر نخیلید نواد خدا محمد تو ساخته برای لوی نپروردگار یافته اسلامیستی ماره چیز پدر مدری و امنت تو خر بگوید. اینم یک جوان شما حیات چه سوزوندنی ناینده، یک جوان شما حیات چه میسوزونید. من میگم که برای اینا یگان مهمیت نداره. خب من میگم که شما در برادرای عزیز، هموطنای عزیز ببینین یک استودنت حقیقت وقتی میبرویه گپ میزنه تمام لشکرش از بودجه دولت پول جدا میکنه میتونه بکشنشنم که تو کی گپ نزن. این است حکومت رحمان و میگن که تاجیکستان آباد است. تاجیکستان کجاش آباد؟ کدام آبادی میبینین که یک جوان برای یک گفتن حقیقت یا که نمیدونم گپ زدنش در خونش میارایی کنین که تو که پدر مادرش قدر غم بتنه این غلام شما باشه، باید گپ زدن در حق نداشته باشه. این نمیره میگن نوبودی در تاجیکستان، ناآرامی. اگر اما در داخل تاجیکستان استودگی هم قدر پشتیگیری دارین پاپروید کنه رنگ همین جوان یک بار بگین که چی خیر رستم گنرال شی، بعد میبینیم اون وقت کو حالتان چی میشه. خب سلام علیکم. بار دیگه اکاجا ما برای همه گفتم که اینمی گازدگی ما اینمی کاری اینمی بچه توهوری گیرید دیدی گپی مرا بله که میبره کنی زندان میکنم بعد دیگه بعدی که از زندان که برو آمد او پرشکسته میشه، دل شکسته میشه، دل مونده میشه و نه مهاجرت حتی مجبور میشه که یا فرزندش نه 10 فرزندش بگیره بیاره. ببینده چرا پدرای ایو تیارن برای آینده فرزنداشون بدرویان حمله کنن، زن مرد بکشن و مردای ما پدرای ما تیار نیستن که بخیزن اقلا فرزند چه حمایت کنن. این چی است اصلا؟ اکاجا اینمی دهمی گپ بدنا همه قدر بازم که اینمی ما هم در کار باشه که اگر همه پدرای ما پیر شدگیم لیکن اگر هوایی را که همین ما نگیرن که گیره باشون لیکن هوایی هم میخیزن یا تا نیست میکنن. موقع همه امام علی پیر شدگی از چنی پدری موته نمیدونم اونم پدرنالا پل کور شلش همش پیر شدگی. این امروز خاموش بیست فردا فرزند تا اینمی احوال میورن با میگن که پیر شدگی است. امروز باید تو بینان علاقه باندی میدان ببروی کنم بخپی ای گریبانشی جبیو باید ما بس کنیم بردی کنیم نه فرزندمون پدر را بس کنن بگردن بروند تاجیکستان بگردن تاجیکستان آباد باشه تاجیکستان عبیس پیچی بد میکنن. وای نه روز خواستم که نه روز روی مخم کتی باشم اگر روی روشاد کتی نشم نه این بچه را ما 2 بار 3 بار من این بچه را تماشا کردم یگان گپی کو همین کو یا نمود خنده کرده با یک نمود خنده کتی که حسین اشرف آزادگی بود انا این بچه همین خب بچه را شروع انا خب خندیده بچه کتی که حسین اشرف آزادگی بود همه دونم باز تمامی تاجیکستان از تمامی اینمی چیزا را در همین پراموی فیلم میکرده گیرم میبرد شد. این همه اکه اصلا یک سوال دختونده در همه
قانونی همین این قانون در نیست این وای رامون فاکی همین در مسجد در لوبوی مجلسا لوبوی مکتبا در لوبوی جا در گاوز آسادیان که همین گروپ ها را تماشا نکنین جوانو همین جوانو همین گروپ ها را تماشا نکنین برای چی اونا اسپندیار داخل دوشنبه تماشا میکنن چی دو برای برده محکم نمیکنن یا اونا فیردوس ای نورک یا که اونا ایوان اونا وای آدم ها که برو آمدن رو شد وای میکنن گاو میزنن 1000% گپشون در طرف رحمانوف نیستن برای چی باید رو برده محکم نمیکنن نه او برای که طرف او را میگیرن میگن تینج است برای هم شاید او را با فرمان هم بکنن نه حال او ایما شاید بد باشه حالی او شاید اخیر تبد باشه انا همو گاو میزنن وقتی که کتی نمی اکی اشروف گاو میزنن اکی اشروف سوال نتیکو آخیران میآید همو حکومت تاجیکستان همو آدم ادکس میکنن نمی لوبایش اونم فیردوس هم که گاو میزنن آخیران میآید ادکس ده یا که نمی خب برادر عزیز یعنی خود دوزی بچی خلاص اومدی که مثال همین حکومت رحمانوف تو کجا ظالم است تو کجا تو باید بخیزی یا که نخیزی خودت فرزندت باید مردی کار باشه انا می اکی هستم فینایی روز ما خستیم که مثال این روز بروی محکم که باشیم این آواز ما را یا تایدیگه میبینم باید تایدیگه میبینم باید تایدیگه اساسا ما خستیم ما گاو مزم که نمی روز 21 اعلان کردن خلق نیست خیلی یگان کس پیش دارون نیست ما اکی سورو با گوش کردم مثال قانونی یعنی برای پیش درو شدن یک آدم نباشه در اونجا پیش درو نباشه این خلق خستن همه ما با درجهش فکر کردم برو اومدم نکیم اوخی تشکر برادر تو دیگه خیلی پری انسان هست همه میخوازی ببرویا اکا همی خگا فگا میزنه که بچه خیلی لایکو را تطلیت سکنیم در تمام جهان همی برآمده با زیادتر شود که شتابه که مال این ما 5 سال دیگه غلام شدیم در همی مهاجرت یا که دیگه در کانال خودیم خلق ابونه شوید بجی خیلی لایک را یعنی ما تمام همین برنامه ما برای شما است این همی اکا اصلا فیلم بین که این همی حوزی دادیم من در خدمون 8 سال چند کس 900 کس تماشا کرده برآوردی همی لایک و جامون همی خیلی تشکر برآورد لایک اومد انا همی خکو آینده همش خوب میشه اکا توقعات کن تمام سلامت باشی ما طرف شما امانی استفو بله انا تشکر برادر خب دیگر برادر قبول میکنیم نریجه باور کنین این واتساپ کفیده استویزید هست قبول کنین برادر که مسئول استودیا نباشه من زنگ تلفن اگیرم اگر استودیا قبول نکنه زنگ تلفن گیرم برادر یا ما برادر ایجا سرسون سرگردون نمونه انا خوب هموطنای عزیز برادرای عزیز و وقت ساعت ما هم خیلی بگیم زیاد شد و ما هم باز دیگر کروی دیگر داریم انا با همینجا هموطنای عزیز با پایان میرسونیم ما برنامه را تو هفته آینده بگیم که فکر اندیشتون نوشتن لایک موندن ابونه شدن آخری هفته در بحثی بگیم که حق باطل اشتراک کردن فراموش نکنین در اونجا به نهایت بحث و زیاد است با هفته آینده جلو نگفته ها بسیار هستند که مردم میخواهند بگن
боз ҳафтаи оянда чӣ кор мекунем дар анами бигем барнома мо шумо дида якдигара бигем суҳбат мекунем ва амнияти Тоҷикистон яъне ҷавонора хел дилшикаста накунед барои як рӯзтама ёки озода кайф куна роҳат куна сафо куна гуфта инаи ҷавонора ҳаётшона нашканем ба яҳвол хонаошон ҳамла накунем. боқӣ саломат сарбаланд хонобод бошед то ҳафтаи оянда худо нигаҳбони ҳар яктаи мо шумо.